صحبتی که امروز میخوام باهاتون داشته باشم راجع به حمل کالا هست که کالاها از چه زمانی به صورت امروزه در اومد. ما امروز ببینیم که یه دونه تلفن دستی برای ما بسیار ارزون در میاد، در حالی که اگر قدیم میخواستن این تعداد آیفون، این تعداد تلویزیون، این تعداد رادیو، این تعداد دستگاه‌های مختلف رو از جایی به جایی منتقل کنن، میلیاردها میلیارد دلار هزینه حمل اون بود. ولی امروزه ما می‌بینیم که مثلا آیفون به قیمت بسیار کمی که پول حملش رو بخوام بدن از مثلا شانگهای به دست ما میرسه. حالا چجوری شد که این کالاها به این صورت ارزون به دست ما رسید؟ تقریبا میتونیم بگیم در زمان فنیقی ها اولین بار بود که کالاها از جایی به جایی میتونست منتقل شد. تازه اونم وقتی منتقل میشد فقط کالایی منتقل میشد که در همون محدوده بود. مثلا اگر میخواستن که چوب رو به جایی برسونن، از راه دریا این چوب ها رو سوار کشتی میکردن و کشتی ها روزها و ساعتها طول میکشید تا به جایی که میخواستن چوب ها رو برسونن برسه. یا اینکه در بسیار از جاها ما میبینیم چوب رو در مسیر رودخانه رها میکنن و با مسیر رودخانه چوبای بزرگ میرن، تراول های بزرگ میرن و به اونجاها میرسن. ولی الان با توجه به اینکه حمل و نقل بسیار ارزان تموم میشه، میخوایم تاریخچه این رو بدونیم. میتونیم بگیم تقریبا تاریخچهش از 1930 میلادی، از اونجا ما میتونیم این رو پی بگیریم که چطوری شد که از 1930 متوجه شدن که میشه کالاها رو بهتر از اینکه با این کشتی ها بیارن، دونه به دونه بیارن، با یک وسایل بهتری اینا رو منتقل بکنن. یعنی چیکار کنن؟ اینا رو دسته بندی کنن. آقای به نام مکلین که امریکایی بود مبتکر سیستم کانتینری شد. این کانتینرها به این صورت بود که ایشون خودش باربری داشت و با وسیله کشتی باربریش وسایل رو از جایی به جایی برد. بعد این مدت‌ها مجبور بود در اسکله باقی بمونه تا اینکه این کارگرها دونه به دونه مثلا شیشه های مشروب رو بیارن وارد کشتی بکنن، یا دونه به دونه مثلا حالا آجر یا هر وسیله میخواستن از جایی به جایی منتقل کنن اینا رو بیارن. بعد خب این خیلی ساعت ها باید در اونجا میگذرون و پول زیادی به کارگران میداد که اینا رو دونه به دونه بیارن. بعد فکر کرد که خب بهتره که اینا رو وارد جعبه های بزرگی بکنه، دسته بندی کنه دیگه، اینطوری نمیشه که دونه به دونه بیاره. همه رو توی کانتینرهای بزرگی، یعنی جعبه های بزرگی که اون موقع بهش میگفتن، گذاشت، مثلا پالتوری که الان ما داریم، و با اون کانتینرها اینها رو از مثلا منطقه‌ای که میخواست، از اسکله‌ای که میخواست به اسکله دیگه رسون. ولی که این کانتینرها هنوز هم کالا رو نمیتونستن همه رو با هم ببرن. خب کانتینرها ابعادش رو بزرگتر کرد. چند تا کانتینر رفت از جاهایی که ارتش بود و ارتش کانتینر رو بزرگ داشت به قیمت خیلی ارزون خرید و تونست کار خودش رو ارزونتر تموم کنه. ولی به مرور این کانتینری طوری شد که این کشتی های خودش رو فروخت و تمام پول کانتینرهای بزرگ رو داد. کانتینر بزرگ ساختن و اینا رو با کارگرها چیدن در یک کانتینر، مثلا در یک کانتینر شیشه‌های کوچیک‌تر، در یک کانتینر شیشه‌های بزرگتر. اصلا اینا رو مثل لگو درست کرده بود، یعنی جاسازی کرده بود. اگر که می‌خواستن اینا از یک اسکله به اسکله دیگه برن، حالا از اون اسکله هم باز وارد کامیون بشن، از تو کامیون وارد ماشینای کوچیک‌تر بشن، اینها رو طوری تنظیم کرده بود، سایزهای مختلف رو گذاشته بود که بتونه اینها رو ببره و دسته بندی کنه. ولی مشکل بزرگی این بودش که خب حالا وقتی اینا رو رسوند به اون مقصد، از اون مقصد هم باید به جای دیگر اینا رو میبرد، یه مقصد دیگه داشت و یا اینکه به مبدأ برمیگردون. بنابراین با اون کشورام صحبت کرد و دید اونا چی میخوان برگردونن. بعد متوجه شد که مثلا تو اسکاتلند اینها شیشه های ویسکی دارن، شیشه های ویسکیشون رو میخوان به جاهای دیگه اروپا، مثلا به آلمان و جاهای دیگه برسونن. چیکار کرد؟ اومد این شیشه های ویسکی رو اون موقع وقتی اینا میخواستن ببرن، کارگرها چون
ساعتهای زیاد اونجا بودن. خیلی از اینا پرت میشد ویسکیاش. اونا کارگرها مثلا 2 ماه 3 ماه تو اسکله بودن و این ویسکی ها مصرف میشد، ولی وقتی اینا رو وارد کانتینر کردن دیگه دست کارگران بهشون نمیرسید. در نتیجه خیلی سریعتر و خیلی راحتتر در اون زمان این اتفاقایی که میگم همشون در سال 1954 شروع شد و تا به امروز، یعنی حدود 60-70 ساله که گذشته، بهتر و بهتر و بهتر شده و امروز ما میبینیم که چه شکل آسون و ارزونی این کالاها میرسه. اینا وقتی وارد اسکله میشدن، اسکله ها باید توانایی این رو داشتن که این بارها رو با قیمت کمتر و با تسهیلات بهتر از اسکله خودشون به اسکله دیگه برسن. اون موقع مثلا اسکلت لیورپول خیلی مطرح بود، اسکله سان فرانسیسکو خیلی مطرح بود، ولی چون اینا نمیتونستن تمام بارها رو ببرن و بیارن، کم کم از رونق افتادن و الان اسکله های بزرگی در چین هست که طوری اینا بار رو میگذارن که با وسایل الکترونیک اینها رو خودشون منتقل میکنن، اصلا احتیاجی به کارگران ندارن. خود اسکله ها اینا رو با جری ثقیلا بزرگ میکنن، از کانتینرها رو بلند میکنن، میبرن توی اسکله و در اسکله هم از جایی به جای دیگه منتقل میکنن و اونقدر این صنعت باربری با کشتی ها رونق پیدا کرده و راههای طولانی اینها با کشتی میتونن این کانتینر رو منتقل کنن که مثلا اگر فرض کنیم که یک کشتی میخواد باری رو از جایی به جایی منتقل کنه و تو دریا بره، شاید اگر ما بخوایم بگیم کشتی باید خیلی بزرگ باشه، بتونیم بگیم این کشتی بزرگیش باید از میدون آزادی باشه تا قم و توی این کشتی تمام این کالایی رو که اینا میخوان ببرن، مثلا از شانگهای که خیلی ارزون تموم میشه وسایل، از اونجا بیارن برسونن به مثلا آلمان، برسونن به جاهای خیلی دور در مغرب زمین. برای همین از شرق به غرب که میخوان بیارن، با کشتی هایی که به اون بزرگی هست اینا کانتینرها رو سوار میکنن، تو اون کانتینرها دسته بندی میکنن، ریزها رو در کانتینر کوچکتر، دروشها رو در کانتینرهای بزرگتر میذارن و این صنعت کانتینری از زمان 1954 شروع شد و تا به الان ادامه داره و کسی که این صنعت رو پایه‌گذاری کرد همین آقای مکلین بود که امریکایی بود و این رو ابداع کرد. البته ایشون بعداً در سال 2001 خودش فوت میکنه و زمانی هم که فوت میکنه، اون روزی که فوت میکنه، برای این تمام کشتی ها یک بوق میزنن در اون ساعتی که فوت کرده، به احترامی که این صنعت کانتینر رو این درست کرده بودش، آقای مکلین.